ای سالک حقیقت، بدان که قصه سجده فرشتگان بر آدم افسانه نیست، بلکه رمزی است الهی، نشانی از سر تسلیم در برابر مظهر حق که در هر عصر و زمانی در سیمای انسانی ظاهر می شود. خداوند در 7 آیه قرآن فرمان می دهد اسجدوا لآدم و تنها ابلیس از سجده سرباز زد. چرا؟ زیرا چون آدم را از خاک دید سجده نکرد، ندانست که در آن خاک نور خدا خانه کرده است. ای دوست، در هر عصر آدم وقت همان مظهر خداوند است و هر که با تکبر بگوید مگر نه آنکه خود فرمودی محمد صلی الله آخرین پیامبر توست، چگونه اکنون در سوره نمل میفرمایی که بار دیگر دابت من الارض با آیات الهی ظاهر می شود؟ در حقیقت چنین شخصی گرفتار همان غفلت ابلیس است. آیا نشنیده ای که بلبل هدایق اونس علی ابن ابی طالب در خطبه تنجیه چگونه از پیامبر یاد فرمود؟ السلام علی رسول الله صلی الله علیه و آله، امین الله علی رسوله و عظام امره، الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل و المهیمن علی ذلک کله. از کتاب کامل الزیارات صفحه 368. یعنی او خلق کننده پیامبران پیشین است و گشاینده راه ظهورات آینده. پس اگر کسی ظهور حضرت بهاءالله را به بهانه خاتمیت انکار کند، در باطن ابلیس صفت است، گرچه ظاهرش دیندار و زبانش پر از تفسیر باشد. در زمان پیامبر اسلام خداوند خانه از سنگ و خاک را قبله قرار داد تا دلها را برای روزی تربیت فرماید که مظهر او در کالبد انسانی ظاهر گردد و قبله نه کعبه سنگی بلکه جمال مظهر او باشد. پس وقتی حضرت باب فرمودند که قبله در زمان ظهور من یظهر الله وجود اوست، اهل ظاهر انکار کردند و گفتند چگونه بر انسانی سجده کنیم حالان که قرنها به سوی خانه از سنگ و خاک نماز می‌خواندیم؟ در جواب به گوش جان میشنویم که مربی آدم میفرماید من شما رو قرنها به سجده به سوی سنگ و خاک که خانه بت‌ها بود تربیت کردم تا بدانید که اگر سنگ به واسطه اراده من قبله می شود، پس نفس پیامبر من اولاتر است به قبله بودن از خانه سنگ و خاک. آیا موسی ندای خدا را از بوته آتشین نشنید؟ اگر شنیدن انی انا الله از شعله رواست، چرا از اکمل مخلوقات شنیدن انی انا الله شگفت آور باشد؟ چنانکه شیخ محمود شبستری نیز همین نکته را میگوید. روا باشد انالحق از درختی، چرا نبود روا از نیک بختی؟ آیا جمال خدا در کالبد انسان شایستر نیست به مظهر بودن از یک درخت سوخته و یا خانه‌اش از سنگ بهتر است از اینکه خانه‌اش از اکمل مخلوقاتش باشد؟ وانگهی قرآن در بیش از 20 آیه ایمان به لقای خداوند در روز قیامت را شرط ایمان می‌داند و می‌فرماید هل ینظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلال من الغمام. سوره بقره آیه 210. یعنی آیا جز این انتظار دارند خداوند همراه با فرشتگان در سایه ابرها ظاهر گردد؟ مراد از ظلال من الغمام همان وجود جسمانی حضرت بهاءالله است که در ظاهر انسانی است ولی در باطن محل تجلی حق و آیه تمام نمای او و لقای او لقای خداست. و چون نازل شد وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة، قیامت آیه 22 و آیه 23، بعضی اعتراض کردند که ای رسول خدا مگر نگفته بودی رؤیت خدا ممتنع و محال است؟ پیامبر صلی الله در شب بعد ماه کامل را به ایشان نشان داده فرمود هل تظاهرون فی رؤیت القمر، آیا در دیدن این ماه شب و بعد مشکلی دارید؟ پس همان گونه که ماه را بی پرده میبینید پروردگارتان را نیز در روز قیامت خواهید دید. البته این اشاره حضرت محمد به رؤیت ذات غیر قابل اشاره نیست بلکه عبارت از رؤیت مظهر ذات الهی است. پس ای بیدار دل،
اگر ابلیس به جرم ندیدن باطن نورانی آدم رانده شد، امروز نیز هر کس به جای سجده به سوی خانه سنگ و خاک که قبل از ظهور حضرت محمد خانه بت‌ها بود، از سجده بر جمال الهی که از وجود حضرت بهاءالله ظاهر شده است سر باز زند، همان سرنوشت در انتظار اوست. اگر کسی بپرسد چرا حضرت محمد صلی الله نگفت بر من نماز گذارید، ولی امروز خداوند میفرماید به سوی مقبره حضرت بهاءالله نماز بخوانید، پاسخ آن است که قبله در هر عصر به اراده الهی وابسته است و در این عصر به اراده الهی جمال قدم قبله جان هاست، زیرا امروز روز جزاست، مالک یوم الدین ظاهر شده است. پس هر مدعی ایمان به جای آنکه مانند جراد منتشر بر او بتازد، باید بیت الله را در وجود حضرت بهاءالله بداند، نه خانه سنگ و خاک. چنانکه عطار نیشابوری میگوید در روز واپسین اسم اعظم یعنی حضرت بهاءالله قبله عالم خواهد شد. آن کیست بر آن سپهر اعظم و آن کیست برای هر دو عالم، در بارگه جلال مفرد، در جلوه جمال محرم، در نور جبینش حج اکبر، در نقش نگینش اسم اعظم.